مسابقه قهرمانی آسیا عاید به ولسیپدرانی در دوشنبه ادامه دارد. این دومین روز ولاماراتون است. پیشرفان مسابقه ورزشکاران ازبکستان، ایران، قزاقستان و مغولستان هستند. آنا دوچرخه‌سوار ازبکستانی میگوید قبل از این در مسابقه دیگر در ترکیه اشتراک کرده بود و مقام افتخاری را صاحب گشته بود و این یک آمادگی جدی برای ولاماراتون در تاجیکستان شد و در کشور ما میان همتاهایش مقام اول را صاحب گشت. У нас азиатские игры скоро, и мы будем готовиться к ним, чтобы тоже завоевать пьедестал на них и хорошо проехать. منوچهر یوسفوف ولسیپدران تاجیک در این سبقت میان 8 ورزشکار مقام هفتم را صاحب شد. مسئله برگزاری مسابقه قهرمانی آسیا عاید به ولسیپدرانی در تاجیکستان سال قبل در ملاقات رئیس شهر دوشنبه با پرزیدنت کنفدراسیای ولسیپدرانی آسیا شیخ اسامه احمد الشریف موافقه کرده شده بود. مسابقه مذکور تا 30 مارس ادامه خواهد کرد و غالبان زینه اول صاحب مدال طلا و گرسی خواهند شد. مسابقه عمومی انفرادی میان مردها، دوستداران و استادان ورزش دوچرخه سواری روزهای 29 سیوم در مسافه 111 تا 175 کیلومتر ادامه خواهد کرد. امام علی سعیدزاد، آسیا پلوس.